در دهه‌های دوردست جماعت دهاتی شهر حصار با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران وطنی زیاده از 1.5 کیلومتر راه بین دهوی که هنگام بارشات رفت و آمد автомашинаҳо غیر امکان و برای پیاده‌گردان دشواری پیش می آورد اسفالت پوش کرده می شود. برای پیشگیری کردن شسته بردن راه در دو جا مثلا کپروک پل ساختن، پل ماشینگرد. یکی از اینها من خیلی که دیساد دیگری وای من از دایره کلان خانه‌ها که جوری می شود برای گذشتن خیلی قلعه است ساخته با استفاده دادن. این چنین در بسیار جاها با نوبت گرفته شد سفارش جناب خطیکی همین در دهه‌های هم پونکت‌های تیبی ساخته شود، یعنی در دهه ما علاقه هست ساخته شده است. حساب صاحبکارای نام برده، حساب صاحبکارای نام برده این چنین کاشانه حسن ساخته شده است. پیش برای با رسمیت در آوردن سطح رو اگر دخترها با مسافت دور حرکت میکردن و میرفتن و می اومدن حاضر در همه جا همین کارها اجرا کرده می شود. در تعمیر اکثر قطعه‌های راه‌های محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعال می‌نمایند. دست جمعانه و یکدلانه به انجام رسانیدن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر حصار بیشتر می‌گردد. به اندیشه آنها سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطنی خود شرف و افتخار می‌باشد. زیاده از 20 کیلومتر را در این سال اسفالت پوش نماییم. این حال چه خیلی که می‌بینید راه‌های بین دهوی را ما اسفالت پوش کرده ایستادیم و بغیر از این دو کپروک راه از تعمیر برآوردیم با پولگی. حصار که جای‌های تاریخی بسیار دارد، بغیر از این راه‌هایی که با سمت رشد سیاحی تعلق دارد، قسماً از تعمیر برآورده و قسماً اسفالت پوش هم نموده‌ایم. مسئولین نیت دارند در موسم امسال تعمیر راه‌ها را به راه مانند و به طلبات روز جوابگو سازند. این اقدام مذکور ساکنان شهر حصار در سمت آبادکاری و سازندگی یک گوشه وطنشان قرض شهروندی و انجام این عمل را سریع وقتی می‌حسابند.